سلام. خیلی خوش اومدید به کانال خودتون. اینجا سوبر تیویه. ما اینجاییم در خدمت شما با یه نوحه فوق‌العاده دیگه از آقای محمود کریمی. نوحه حیدر یعنی فوق‌العاده است. من حتی عراقم که رفته بودم توی ماشینای عراقیام این نوحه رو گوش میدادن، اینقدر که قشنگه و خیلی دلیه. من یعنی حس میکنم بعضی از آهنگ‌ها، بعضی از نوحه ها و بعضی کارها، یعنی هر چیزی توی هنر مثلا میتونه باشه انقدر دلیه که تو اصلا دیگه نیازی نیستش که مثلا اونو بفهمی. آره، همین که نگاش کنی یا گوشش بکنی باش ارتباطه رو میگیری. آره خیلی قشنگه. بیایم این نوحه قشنگ رو گوش کنیم. دوستای عزیزم، اول ازتون خواهش میکنم که حتما ویدیو ما رو لایک کنید، کامنت بذارید، حمایت کنید، سابسکرایب کنید، ما رو زنگوله رو بزنید که ویدیومون براتون بیاد و خیلی ازتون ممنونم. حالا بریم سراغ این نوحه زیبا. بریم. حیدر اول آخر حیدر ساقی کوثر حیدر ای مظلوم فاتح حیدر فاتح خیبر حیدر اول آخر حیدر ساقی کوثر حیدر ای مظلوم فاتح حیدر فاتح خیبر حیدر. چقدر قشنگه واقعا. چقدر عالیه. اون ضربی که هست انگار مال دسته است، اون میاد بعد این حیدر گفتن خیلی قشنگه. آره من اینجا که میگه ای مظلوم فاتح، آره یه خیلی متضاد خیلی قشنگی که آره. دوتاش به حضرت علی میاد. تضاد یه تناقضیه که ولی هیچ تضاد تناقضی نیستش، یک مظلومیه که واقعا فاتح بوده. بریم. ای مظلوم فاتح حیدر فاتح افتادی در بستر زهرا بابا چشمات از عشق شده دریا بابا میبینم چه بغضی توی صداته یا زهرا داری روی لبها بابا. اسم از زهرا اومد دیگه. چی میشه گفت؟ یه افتادی بر بستر زهرا بابا. این مقدار اصلا از اول گوش بدیم. خیلی قشنگه. در بستر زهرا بابا چشمات از عشق شده دریا بابا میبینم چه بغضی توی صداته یا زهرا داری روی لبها بابا قربون دستای لرزونت بابا پر خون زلف پریشونت بابا اشکاتو پاک کن مگه زینب مرده قربون چشمای گریونت بابا اشکاتو پاک کن مگه زینب مرده قربون چشمای گریونت بابا. اصلا از این غم انگیزتر دیگه چی میتونه باشه؟ اصلا اونجایی که میگه قربون دستای لرزونت بابا. آره یا اونجاش که میگه یه بغضی توی گلوته یا زهرا داری. آخه الهی ببینم واقعا خیلی غم انگیزه. داستان حضرت زهرا اصلا از زهرا و میدونی چیه، من همیشه توی این مصیبت ها خب حس میکنم یا مثلا توی مصیبت کربلا خب امام حسین و یاران شهید شدن، تموم شد خب واسه اونا رفتن بهشت راحت شدن. اون حضرت زینبی که اون غمو باید تحمل کنه و بعدش زنده مونه به نظرم خیلی سخت داره. یا مثلا حضرت زهرا شهید شد ولی حضرت علی که اون همه حضرت زهرا رو دوست داشت و اون داغو تحمل کرد به نظرم خیلی میرفته سرشو میکرده مثلا توی چاه و با چاه حرف میزده. آره و گریه میکرده. خیلی اون انگار دردش بیشتره. میدونی اشکاتو پاک کن مگه زینب مرده قربون چشمای گریونت بابا. یا اینجا
میگه به حضرت زینب برش، میگه اشکاتو پاکن، میگه زینب مرده. این اصلا بیچاره از تو زینب واقعا که همه اینا رو تجربه کرد. از مادر، پدر، برادر. آره برادر. بریم. علی یا 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 علی. سربند زردت شده هم رنگ رو، رد خون خشکه روی گوشه ابرو، اما انگار رفته دلتون جا که شب بود و تنهایی و غربت و تابوت میریزه میگه رفته اونجا که شب بود و تنهایی و تابوت. غربت و تابوت. بریم. تو تابوت میریزه آب روون اسما ای وای، رو جسم بی جون زهرا ای وای، نیمه شب تاریک تاریک تاریک، ای در مونده تنهای تنها ای وای، میریزه آب روون اسما ای وای، روی جسم بی جون زهرا ای وای، نیمه شب تاریک تاریک تاریک، ای در مونده تنها تنها ای وای، عمری این غم قاتل قلبت بوده، وقتی پر زد دیدی که ابرو می‌دونی سختی اینجاست که مثلا فکر کن چند ماه قبلش اون همه آدم، مثلا میگه 100,000 نفر آدم اومدن بهت دست دوستی دادن و چند ماه بعد حتی یه نفرم نیست که حضرت زهرا رو غسل بده، باید حضرت علی تنهایی این کار ببین کن. چی داره میگه، اصلا متنی که داره گفته میشه رو میبینی، میگه میریز آب روون اسما روی جسم بیجون زهر رو، یعنی اصلا بزنم عقب یه مقدار. دل قلبت بوده، وقتی پر زد دیدی که ابرو کبوده، میسوختی و میگفتی یار جوونم، زهرا جان خیلی برا داغ تو زوده، بابا تو امشب میشی مهمون مادر، از ما بیشتر درد تو میدونه مادر، امشب میشه مرهم زخم سر تو، اشک سرخ چشمای گریون مادر، حیدر 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 و حیدر 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 حیدر. اصلا نمیدونم جایزه الان واقعا راجع به چیزی صحبت بکنیم یا نه. اصلا چیزی موند که آقای محمود کریمی راجع بهش حرف بزنه، میگه امشب میشی مهمونه مادر از ما بیشتر در این هم قشنگه که تو مهمونه حضرت زهرا میشی، ولی یه حس غمی داره واسه بقیه، اون که مثلا حضرت زینبی که زنده مونده، میدونی؟ آخه آره دیگه، این چون آخه داره از زبون یکی از بچه ها رو میگه از ما بیشتر درد تو میدونه مادر،
امشب میشه مرهم زخم سر تو، اشک سرخ چشمه گریون ما که باز حدث زخمم داره با سر سری گریه بکنم. نمیدونم چی بگم. وای دست آقای محمود می‌کشه کریمی واقعا. گرم که انقدر قشنگ خوند، انقدر قشنگ تعریف کرد، روایت کرد. واقعا مثل روزه میمونه. من حرفی ندارم، باید هر چی بگم دلم میگیره. امیدوارم که از این نوحه لذت برده باشید و اگه دلتون گرفت دعا کنید، دعاهاتون مستجاب میشه. بر ما هم دعا کنید. اگه نوحه خاصی رو دوست دارید برامون بنویسید، تو کامنت ها بهمون بگید. ممنون میشم که ازمون حمایت کنید. و اینکه دم آقای محمود کریمی هم گرم. من دیگه حرفی ندارم. خدا نگهدار. خدافظ.